برگزاری نشست در پیوند به افغانستان در پاکستان. شمار از سیاسیون افغان برای اشتراک به این نشست به اسلام آباد رسیدند، اما برخی سیاسیون مطرح کشور در آن اشتراک نمی‌کنند. اول خود دی اجندا روشن نه ده چې یعنی په کومه اجندا به خبرې کیږي. یو دومره خبره ده تر اوسه پورې طالبانو دا نه د تصویب چې آیا طالبان په دې غونډه کې یا په دې کانفرنس کې شرکت کوي که نه کوي. گزارش تازه سیگار در مورد افغانستان. اداره سن مفتش امریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید ماموریت کمکی امریکا عمداً مقامات امنیتی افغان را بی صلاحیت و محتاج نگه می داشت. با عقب نشینی دونالد ترامپ از تصمیم حمله بر ایران. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا پس از موافقه توجیه حملات انتقامی و نظامی بر ایران از حمله بر این کشور پشیمان شده است. مشروع خبرها. روز شنبه نشست به شرکت سیاسیون افغان در پیوند به صلح افغانستان در مری پاکستان برگزار می شود. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی به این نشست بیش از 30 سیاستمدار افغان دعوت شده است و قرار است که شماری از اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز در آن سهم بگیرند، اما طالبان در این مورد چیزی نگفتند. به این نشست در کنار حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، محمد محقق، گلبدین حکمتیار، کریم خلیلی، محمد حنیف اتمر، عطا محمد نور و اسماعیل خان دعوت شدند که شماری از آنان برای اشتراک به این نشست به اسلام آباد رسیدند. اما حامد کرزی رئیس جمهور پیشین میگوید معلومات درباره اجندای این نشست از قبل با وی شریک نشده است و وی برای اشتراک در این نشست وقت کافی برای مشوره نداشت که به همین دلیل در آن اشتراک نمی‌کند. با وجود انتقادها بر نقش پاکستان در بخش صلح در نظر است که روز شنبه به شمول برخی سیاسیون افغان نشستی در منطقه مری این کشور برگزار شود. برخی از سیاسیون افغان به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور از سوی مرکز تحقیقاتی صلح لاهور به این نشست دعوت شدند، اما افراد نزدیک به حامد کرزی رئیس جمهور پیشین میگویند که وی به این دلیل در این نشست اشتراک نمی کند که معلومات قبلی در رابطه به اجندای این نشست با وی شریک نشده است. دا ډیره یو مبهمه غونډه ده، هغه ځکه چې د ډیر تعداد کسان دعوت کړي دي. یو خو د غونډې اجندا معلومه نه ده، بل دا نه ده معلومه چې دا غونډه د چا د خانه کیږي او د دې جنه چې کوم افغانان ورزي دا به چا سره الته کینی. زه فکر کوم چې په داسې یو مبهمه غونډه کې با ډیر زیات کسان چې دعوت شوی دي هغه به شرکت ونه کوي. اول خود د دې اجندا روشن نه ده چې یعنی په کومه اجندا به خبرې کیږي. یو دومره خبره ده تر اوسه پورې طالبانو دا نه د تصویب چې آیا طالبان په دې غونډه کې یا په دې کانفرنس کې شرکت کوي که نه کوي. گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، محمد محقق، کریم خلیلی، محمد حنیف اتمر، عطا محمد نور و اسماعیل خان به این نشست دعوت شدند که برخی از این جمله به اسلام آباد رسیدند. هرچند طالبان در رابطه به اشتراک در این نشست رسما چیزی نگفتند، اما بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی شاید در این نشست شماری از نمایندگان طالبان نیز اشتراک کنند. اما افراد نزدیک به طالبان میگویند که حکومت پاکستان در حال حاضر با چالش‌های جدی داخلی و فشارهای جهانی مواجه می باشد و تلاش می کند تا با برگزاری این گونه نشست‌ها فشارهای موجود را کاهش بدهد. په دې وخت کې چې ډېر حساس پړاو دی، زه فکر کوم چې د پاکستانیانو هدف دا دی چې دغه خلک چې د افغانستان په راتلونکي کې هم شاید د نقش مهم وي د خلکو سره خبرې وشي، ځکه چې د پاکستان هم زندگی په افغانستان کې لري. گفته می شود که حکومت افغانستان و امریکا تلاش می کنند تا طالبان را آماده کنند که در پاکستان با حکومت افغانستان مستقیما گفتگو کنند، اما طالبان این موضوع را رد کردند. اما با توجه به موضع‌گیری کنونی طالبان و وجود حساسیت‌ها در برابر پاکستان، این گونه نشست‌ها تا چه حد خواهد توانست در روند صلح نقش مثبت داشته باشد؟
دغه سي کانفرنسونه چې د ممالکو یا د مملکتونو د خوانه جوړیږي باید چې موثریت یې زیات وي، ځکه چې اوس هغه وخت تیر سو چې موږ ډیر ډایلاګ خواته ولاړ سو، د ډیرو خبرو خواته ولاړ سو، اوس وخت د عمل دی. نو زما په نظر چې که دغه سي کانفرنسونه دایریږي باید چې د عمل بڼه زیاتې تر ډایلاګ. این نشست در حال برگزار می شود که قرار است زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان مرحله هفتم گفتگوها با طالبان را آغاز کند. اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید ماموریت کمکی امریکا عمداً مقامات امنیتی افغان را بی صلاحیت و محتاج نگه می داشت. این اداره سیگار در گزارش تازه‌اش گفته است این ماموریت در عوض مشوره با مقامات امنیتی افغان تنها به آنها هدایت میداد که بر این اساس مقامات افغان بدون خارجی ها هیچ اقدامی انجام دادن نمی توانستند. سیگار میگوید که در نتیجه عدم هماهنگی میان آموزگاران افغان و خارجی ماموریت آموزشی تاثیرگذار نبود که به همین دلیل وزارت دفاع آمریکا نیز در نظر دارد که در سال 2020 میلادی پروگرام آموزش پیلوت‌های افغان را نیز متوقف سازد. اداره سرمفتش آمریکا در بخش بازسازی افغانستان از چگونگی روابط میان مسئولان امنیتی افغان و اداره ماموریت کمک کننده آمریکا پرده برداشته است. تحقیقات اخیر سیگار نشان می‌دهد که ماموریت کمک کننده آمریکا با مسئولان امنیتی افغان هیچ گونه هماهنگی نداشت و امور بسیار مهم از سوی خارجی ها مدیریت می‌شد. بر اساس گزارش سیگار ماموریت کمک کننده آمریکا به جای مشوره با مسئولان افغان به آنان تنها دستور می‌دادند. در تصامیم مهم ماموریت کمک کننده ایالات متحده آمریکا به افغانها سهم داده نمی‌شد و در نتیجه برنامه‌هایی را عملی می‌کرد که افغانها به جز از کمک آمریکا هیچ کار را انجام دادن نمی‌توانست. با مسئولان امنیتی افغان هیچ گونه مشوره نمی‌شد و به آنها تنها دستور داده می‌شد و هماهنگی وجود نداشت. گزارش سیگار می‌افزاید به بیشتر مشاورین قبل از آمدن به افغانستان در برنامه‌های آموزش خوب نمی‌دیدند و آموزگاران در رابطه با تاریخ، فرهنگ و عقاید افغان‌ها به آنها معلومات نمی‌دادند. سیگار می‌گوید که ماموریت سکتور امنیتی افغانستان پلان دوامدار و جامع نداشت. اولویت‌های بودجه ایالات متحده به هدف توانمندی نیروهای افغان سالانه با بودجه باقی مانده سال گذشته یکجا می‌شد و با گذشت زمان به طاق فراموشی سپرده می‌شد. در این گزارش گفته شده است که در بخش آموزش نیروهای افغان میان برنامه‌های امریکا و خارجی‌ها هماهنگی وجود نداشت و به همین دلیل این پروگرام‌ها دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای نداشت. برنامه‌های آموزش نیروهای افغان به دلیل بی‌باوری‌های موجود و عدم هماهنگی مفید تمام نشد. ایجاد تغییرات در پالیسی‌ها و مسائل دیگر وجود داشت که این پروگرام را از تاثیرگذاری باز ماند. میان آموزگاران خارجی نیز هماهنگی لازم وجود نداشت و مسئولان امنیتی افغان نیز در این بخش صلاحیت قاطعی نداشت. به همین دلیل وزارت دفاع آمریکا در نظر دارد که در پایان سال 2020 پروگرام آموزشی پیلوتان نیروی هوایی افغانستان را نیز متوقف کنند. تلاش کردیم که در این مورد نظر وزارت دفاع کشور را نیز بگیریم، اما با وجود تکرار تماس‌ها موفق نشدیم. ماموریت حمایت قاطع در افغانستان نیز تا اکنون در مورد گزارش تازه سیگار چیزی نگفته است. نهادهای ناظر بر انتخابات میگویند مداخله حکومت در کمیسیون‌های انتخاباتی به معنی ایجاد بحران دوباره در انتخابات است. این نهادها میگویند قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مداخله در امور کمیشنران نشان میدهد که حکومت تلاش میکند تا انتخابات را قبل از وقت مهندسی و نتایج آن را به نفع خود تمام کند. در این حال مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی میگویند که به نامزدان اجازه کمپاین‌های قبل از وقت را نمیدهند و برای رسیدن به قدرت به آنان فشار وارد کنند. پس از اعتراف مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه با مداخله حکومت در کمیسیون‌های انتخاباتی، نهادهای ناظر بر انتخابات در مورد انتخابات ریاست جمهوری ابراز نگرانی می‌کنند. این نهادها می‌گویند حکومت از همین اکنون تلاش می‌کند که در این نهاد افراد دلخواهش را تعیین کند و از همین طریق می‌خواهد که انتخابات آینده را مهندسی کند. فیفا می‌گوید که مداخله در امور کمیسیون‌های انتخاباتی بار دیگر بحران انتخاباتی را ایجاد می‌کند که عواقب ناگوار به کشور خواهد داشت. دغه داخلي ستونزې جنجالونه سلیقو باندې مباحث
دې لامل ګرځي چې ټاکنې سره له اوسه د ناکامۍ او د بحران خواته لاړ شي. هغه ټیم چې باید دغه ټاکنې مدیریت کړي نور سره باید سیاسي په تخنیکي عملیاتي ډګر کې سپارسي او دغه پروسه خوندي کړي. دوی چې خپل داخل کې د ستونزې ولري نو په یقین سره ویل سم چې ټاکنې به له بحران سره مخامخ شي او دا به بیا ډېره سخته وي چې سیاسیون دغه پروسه کې بی‌طرفه پاتې شي یا نتیجه ومني. این نهادهای ناظر بر انتخابات بر کمپاین‌های قبل از وقت برخی از نامزدان نیز انتقاد می‌کنند و می‌گویند که هر نامزد از راه‌های و طریق‌های گوناگون به نفع خود کمپاین می‌کنند. آنان می‌گویند برخی از نامزدان که در حکومت دخیلند با استفاده از صلاحیت‌های وظیفویشان بر این نهادها فشار وارد می‌کنند. اما مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی می‌گویند که در این بخش جدی هستند و اجازه نمی‌دهند که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به کمپاین‌های قبل از وقت اقدام کنند. مسئولان میگویند هر نامزده که به کمپاین‌های قبل از وقت اقدام کند با برخورد قانونی مواجه خواهد شد. متاسفانه د ځینو کاندیدانو قانون ته کړنلارو ته د کمپاین لایحې ته ډیره جدي پاملرنه نه ده شوې. هر څوک په خپل وار سره په یو شکل د اشکالو دغه تبلیغات یا کمپایني برنامه شروع کړي دي. له بعده مرغه کمیسیونونه هم ډیر په دې اړه کې فعال نه دي چې هغه څوک چې تخلف ترسره کوي یا په یو ډولونو د قانون سره په ټکر کې عمل وکړي هغه تر پوښتنې لاندې راولي. نو دا مسائل موږ ته اندېښنې وړ دي. شکایت ما از سوی هیچ یک از کاندیدا رسما ما دریافت نکردیم، اما این به این معنا نیست که کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی نسبت به این کمپاین های قبل از وقت بی تفاوت بوده باشد که خوشبختانه ما تقریبا یک ماه پیش یک توصیه نامه از طریق وبسایت خود کمیسیون شکایات پخش کردیم و هم رسانه ها در جریان قرار دادیم، هم در دفترهای کاندیدای محترم فرستادیم که اگر چنانچه باز توجهی نکنن به این قضیه کمپاین های قبل از وقت را جلوگیری نکنن ما ممکنه اخطارنامه برای اونا بفرستیم، طابق با قانون عمل خواهیم کرد. گماشتن سلیقه‌ای افراد در کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، مداخله در امور کمیشنران، کمپاین‌های قبل از وقت و امور دیگر از این قبیل مواردی است که برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در مورد آن ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند که رئیس جمهور غنی با استفاده از اختیارات خود تلاش می‌کند که بر نهادهای یاد شده فشار وارد کند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا در بخش صلح افغانستان برای دیدار با نمایندگان طالب به قطر رسیده است. گفته می شود که زلمه خلیلزاد قبل از دور هفتم مذاکرات با طالبان یک نشست غیر رسمی نیز دایر کرده است، اما جزئیات آن نشر نشده است. قرار است که نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان در دور هفتم مذاکرات با طالبان در پیوند به خروج نیروهای خارجی از افغانستان و نبود خطر از خاک افغانستان به دیگران گفتگو نماید. سهیل شاهین، یک عضو دفتر قطر طالبان، قبل از سفر خلیلزاد گفته بود که امریکا پذیرفته است که نیروهایش را از افغانستان بیرون بسازد، اما زلمه خلیلزاد این موضوع را رد کرده است و میگوید که ایالات متحده در جستجوی یک قرارداد جامع با طالبان است. نمایندگان طالبان و نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان قبل از آغاز دور هفتم مذاکرات به چندین کشور منطقه سفر نیز داشتند. مسئولان امنیتی افغان میگویند چگونگی عملیات نیروهای افغان بر ضد مخالفین تغییر نموده است. وزارت دفاع ملی، وزارت خارجه، داخله و قماندان ماموریت حمایت قاطع که به هدف ارزیابی وضعیت امنیتی هلمند به لشکرگاه رفتند میگویند که برای کاهش تلفات نیروهای افغان طرح خاصی را روی دست گرفتند. معین امنیتی وزارت امور داخله میگوید عملیات تهاجمی بر ضد مخالفین در ولایات حوزه جنوب غرب کشور آغاز شده است و مخالفین مسلح سرکوب شدند. قماندان عمومی ماموریت قاطع در افغانستان و مسئولان نهادهای امنیتی کشور به سلسله ارزیابی وضعیت امنیتی ولایات حوزه جنوب غرب کشور به هلمند رفتند. مسئولان میگویند که هدف سفر آنان به این ولایت ارزیابی وضعیت امنیتی و پلانگذاری در برابر چالش‌های موجود است. اول مخه سفر دا و چې د هلمند امنیتي دفاعي ځواکونو دیدن وکړو، ځکه مهمه ده چې زمونږ د پرسونل وضعیت څنګه دی، زمونږ تجهیزات او حالت څنګه دی، او زمونږ د هلمند د ولس حالت څنګه دی. یو مخه دا و. دویمه مخه دا و چې په دې اخر کې مونږ ډیر تعرضي عملیاتونه کړی دي او د ټول افغانستان کې د دښمن حکومت ډیر کلکې ضربات وارد کړی دي. نو وختل چې د خپل د هلمند محلي د خمناسي امنیتي رئیس امنیتي ملي والي صاحب او قماندان د قلودونو واورو چې د دښمن وضعیت څنګه دی او زموږ د خو وضعیت څنګه دی.
مسئولان میگویند که در چگونگی عملیات نیروهای افغان بر ضد مخالفین تغییر ایجاد شده است و تلاش می شود که سطح تلفات این نیروها پایین آورده شود. با گفته مسئولان امنیتی، مسئولیت زندگی مردم ملکی از جمله اولویت‌های آنان است، اما میگویند که برای سرکوب طالبان از هر وسیله ممکن کار میگیرند. هدف سفر ما نه تنها به ولایت هلمند بلکه به ولایات مختلف افغانستان از رهبری نهادهای محترم امنیتی به خاطر مراقبت جدی از وضعیت پرسنل و همچنان به خاطر تغییر شیوه‌های رزمی و حفظ نگهداشت جان پرسنل ما در نقاط مختلف افغانستان است. در عین زمان والی هلمند از اصلاح وضعیت امنیتی در این ولایت اطمینان می‌دهد و می‌گوید که عملیات آغاز شده بر ضد مخالفین با هماهنگی به پیش می‌رود و می‌گوید که در این عملیات تلفات سنگینی بر مخالفین وارد گردیده است. یو ښه هماهنګ ټیم دی او په ټیم کې موږ کار کوو. تر اوسه پورې خاص مشکلات په رهبرۍ د هماهنګۍ کې موجود نه دی. د دې ترڅنګ اوسنی حالت د هلمند تاسې ټولو ته معلوم دی، ځکه چې فراز د داسې اداراتو قرار لري چې اولین گزارش مسئولان اداره‌های امنیتی میگویند مناطق تحت تصرف طالبان دوباره از آنان گرفته می شود و ولسوالی‌هایی که در تصرف طالبان است به زودی در کنترل نیروهای افغان خواهد آمد. بر اساس معلوماتی که در دست است گفته می شود که از جمله 14 ولسوالی هلمند در 6 ولسوالی آن مخالفین فعالیت می کنند. طالبان مسلح میگویند رهبران مهم داعش در ولایت کنر توسط هلیکوپترهای آمریکایی از محاصره آنان نجات داده شدند. در اعلامیه طالبان آمده است که عملیات را از یک هفته بدین سو بر ضد جنگجویان داعش در این ولایت آغاز کرده و رهبران مهم این گروه را در محاصره گرفته بودند. طالبان ادعا میکنند که رهبران مهم داعش در دره نورگل ولایت کنر در محاصره بودند که هلیکوپترهای نظامی آمریکا به کمک آنها رسید و آنان را نجات داد. مسئولان امنیتی افغان و ماموریت حمایت قاطع در افغانستان تاکنون در رابطه با این ادعای طالبان چیزی نگفتند. این ادعای طالبان در رابطه با نجات جنگجویان داعش در ولایت کنر در حالی است که حدود 1 سال قبل در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان نیز شماری از جنگجویان و رهبران این گروه در حال فرار از طالبان بودند که در طیاره‌های خاص نیروهای افغان انتقال داده شدند. مقامات حکومتی پیشین ولایت ارزگان که در عملیات و تلاشی‌ها گرفتار شده بودند میگویند که شدیداً شکنجه شدند. از یک هفته بدین سو تلاشی خانه‌های نظامیان پیشین از سوی نیروهای امنیتی ارزگان ادامه داشت که در نتیجه شماری از قماندانان پیشین حکومتی و افراد با نفوذ گرفتار و زندانی شدند. پس از اعتراضات و هشدارهای مردم این افراد رها شدند، اما مدعی‌اند که شدیداً شکنجه شدند. با شمول نورزی عامر پیشین قماندانی امنی ارزگان نزدیک به 20 تن دیگر که از سوی نیروهای امنیتی در دوران عملیات و تلاشی‌ها بازداشت شده بودند با ضمانت رها شدند. این مسئولان پیشین امنیتی میگویند که به شدت شکنجه شدند و آثار شکنجه نیز بر بدن آنان نمایان است. آنان میگویند که حکومت باید والی و قماندان امنی این ولایت را از وظایفشان برکنار کند، زیرا در اینجا با جای حل مشکلات موجود مشکلات تازه را ایجاد نمودند. ټول چورکلو پر دنیا لنه لنه در پرېږي دا ټول شاده راسه چورکل د ازما بدن ته سګوري چې ځما سرڅ ظلم سعودي دي خبرته لنه پرېښول چې ته څوک یې څنګه راغلی چې شکایت دالته غاښونه مې دا غاښونه ډیر اوسته دا ما چې باندې دا نورم دا مې ډیر او ورته دا ویني کړل ما ناس دا دونه ظالم سره دی وایي د چې مستصلای وارته زه خپل اول کومندان امنیه داغه خنجری زه په خپل ماته شکنجه را کړی ده زه ولیم زما سره تلیفونونه اخیستي. اما قماندان امنیت اتهامات شکنجه را رد میکند و میگوید که این افراد نزد حکومت دوسیه دارند که باید برای حل دوسیه هایشان به سارانوالی نظامی حاضر شوند، زیرا آنان به ضمانت رها شدند. اینا به ضمانت آزاد شدند و طبق هدایت مقامات زیسالای ما و مشوره جناب والی صاحب و هدایت جناب والی صاحب مکررن هدایت جناب والی صاحب بوده و بزرگایی که از مرکز و سناتور صاحبا و وکیل صاحبا اینا آمدن و شفاعت کردن که اینا آزاد شد از ضمانت ما. لحظه که شما خواسته باشید ما حاضر میسازیمشان و اینا پاسخ خود داشته باشد، جواب بدن
و موضوع شکنجه هیچگاه کسی را شکنجه نکرده، شکنجه نمیکنه و ممکن بعضی ادعای صورت بگیره. ما کسی را شکنجه هم نمیکنیم. در دوران عملیات و تلاشی ها در اروزگان غلام دستگیر قماندان کندک راه ترینکوت و قندهار که در میان مردم از نفوذ خاص برخوردار بود نیز گرفتار شده بود و وزارت داخله در خبرنامه‌اش ادعا کرده بود که یک قماندان مهم طالبان را با اسلحه گرفتار کرده است. والی ننگرهار میگوید فشارهای نظامی بر طالبان در این ولایت سبب شده است که اسلحه‌شان را بر زمین بگذارند. شاه محمود میاخیل که در جریان تسلیم شدن شماره از طالبان به حکومت سخنرانی میکرد گفت که عملیات گسترده نظامی بر ضد طالبان در این ولایت آغاز شده است و این گروه تحت فشارهای جدی نظامی قرار دارند. برخی از جنگجویان طالبان که به حکومت تسلیم شدند میگویند از جنگ خسته شدند و نمیخواهند که به اشاره بیگانگان کشور خود را ویران کنند. مسئولان امنیتی ولایت ننگرهار میگویند که در این ولایت عملیات گسترده تصفیوی بر ضد مخالفین مسلح آغاز شده است و جنگجویان طالب وادار شدند که به جای جنگ سلاحشان را بر زمین بگذارند. والی این ولایت میگوید طالبان در این چند ماه اخیر سرکوب شدند و پس از این توان نبرد رویارویی با نیروهای افغان را ندارند. شاه محمود میاخیل میگوید که فشار نظامی بر طالبان سبب شده است که برخی از آنان با پروسه صلح یکجا شوند. امنیتی فشار هم اضافه شوه دی. هغه عملیات چې دیو په ګروپي شکل باندې کولای شو، ډله‌ایز شکل باندې کولای شو، زموږ په ولسوالیو باندې یا د جلبات په ښار باندې د هغې کافي مخه نیول شوې ده او دیو نو اوس وخت په وخت باندې هم د طالبانو هم د داعش یا نور ګروپونه چې دي هغه د حکومت سره تماس نیسي، زموږ د امنیتي ادارو سره او تسلیمیږي. مسئولان میگویند که در کنار طالبان تعداد کثیری از جنگجویان داعش که قبل از این با نیروهای افغان می جنگیدند نیز از اعمال گذشته خود پشیمانی نشان می دهند. برخی از جنگجویان که با پروسه صلح پیوستند میگویند که از جنگ خسته شدند و پس از این نمیخواهند تا به اشاره بیگانگان بجنگند. آنان میگویند که کشورهای خارجی بر طالبان نفوذ دارند. نن ولس کسه طالبان چې په فندشپاګو ولسوالیو کې کار کوي، فعالیت درلوده د حکومت په ضد باندې او شپږ کسه داعش غړي دا تسلیم شوي دي. په هم سنب کې مکتب پرېښی دی او د دې ظالمانو سره د شم د پاکستان د سي خلک دي. باید نه غواړو چې خپل وطن خپل ولس خراب کړو، باید خپل ولس خپل وطن باید خپل جوړ کړو. موږ دوه سره یو ځای شو، موږ شدا جهاد ته صحیح جهاد کوي. موږ څو وخت د پروژې ته یو ځای شو، جهاد نو پاکستانی صحیح و کلچا قرآن کړای، سړک قرآن کړای، جمعات قرآن کړای، مدرسه قرآن کړی، سرباز وشاله. بس موږ ته پته ولګېده چې دا زموږ دوست نه دی، زموږ دشمن دی. هرچند مسئولان امنیتی میگویند که طالبان پس از این توان جنگ رویارویی با نیروهای افغان را ندارند، اما طالبان هر روز ادعا میکنند که تلفات سنگینی بر نیروهای افغان وارد نمودند. این هم یک خبر از جهان ورزش. تیم ملی کریکت افغانستان فردا شنبه به سلسله مسابقات جام جهانی با هندستان به میدان بازی می رود. این بازی ساعت 2 بعد از ظهر به وقت افغانستان در ساوثهامپتون انگلستان برگزار می شود. بازیکنان افغان قبل از این در ادامه رقابت‌های جام جهانی با انگلستان به میدان رفتند که با تفاوت 150 دوش از تیم آن کشور شکست خوردند. افغانستان پس از هند با تیم‌های پاکستان، بنگلادش، وست اندیز مسابقه خواهد داشت. خبرهای جهان لحظات بعد. ادامه خبرها با چند خبر از جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از حملات نظامی و انتقامی بر ایران پشیمان شده است. روزنامه نیویورک تایمز آمریکایی میگه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سرنگونی طیاره بی پیلوت آمریکایی از سوی ایران حملات نظامی بر این کشور را تایید کرده بود، اما می‌افزاید که شب گذشته ناگهان آن را لغو اعلام کرد. این روزنامه آمریکایی میگوید تا وقت روز گذشته مقامات دیپلماتیک پس از بحث و گفتگوها منتظر انجام این حملات در قصر سفید بودند. مقامات آمریکایی گفتند رئیس جمهور ترامپ در نخست چند حمله را به شمول حمله بر رادار، راکت‌ها و اهداف نظامی ایران تایید کرده بود. تیرگی روابط میان آمریکا و ایران پس از آن اوج گرفت که آمریکا مسئولیت حمله بر تانکرهای تیل در منطقه را بر عهده ایران انداخت.
رهبران اتحادیه اروپا بر تمدید تحریم‌ها بر روسیه توافق کردند. رهبران اتحادیه اروپا در نشست روز پنجشنبه در بروکسل بر تمدید 6 ماهه تحریم‌های وضع شده بر روسیه توافق کردند. در این تحریم‌ها که بیشتر سیستم بانکی روسیه هدف قرار گرفته به دلیل اقدامات روسیه در اوکراین تمدید شد و همچنان رهبران اروپایی توافق نمودند که برای ممنوعیت سرمایه‌گذاری در کریمیا تحریم‌های 1 ساله را تمدید نمایند. اتحادیه اروپا، آمریکا و برخی کشورهای دیگر پس از آن بر روسیه تحریم وضع کردند که این کشور در سال 2014 میلادی کریمیا را بخشی از خاک خود ساخت و حمایت از جدایی طلبان را در شرق اوکراین آغاز کرد. رجب طیب اردوغان در حاشیه نشست سران کشورهای G20 که به تاریخ 27 و 28 ماه جاری میلادی در ژاپن برگزار می شود با دونالد ترامپ همتای آمریکایی‌اش ملاقات می کند. اردوغان گفته است در جریان این دیدار در مورد خریداری سیستم S-400 و پروگرام ساخت طیاره جنگی F-35 با دونالد ترامپ بحث و گفتگو می کند و در کنار آن هر دو جانب بر روابط دو جانبه نیز گفتگو خواهند کرد. قرار است اردوغان پس از پایان نشست سران G20 به چین سفر نماید و با مقامات چینایی بر روابط ترکیه و چین در بخش‌های مختلف بحث خواهد کرد. از توجه و همراهیتان به خبرهای این ساعت جان سپاس. وقت بخیر. خدا نگهدار.